در مکه شب عید قربون اگر کسی به خانمش دست درازی کنه یه شتر جریمش، لباس احرام میپوشن. شب عید قربون کسی به خانم خودش هم حق تعرض نداره. خب مردم لباس احرام مثل حوله، یکی به کمر یکم رو دوش. شب عید قربون میرن شن جمع میکنن که سنگایی هست مثل سنگایی که به نون سنگک چسبیده، سنگریزه جمع میکنن که فردا به یک ستونی پرتاب کنن. این نماد انزجار. مثل دانشجوها بودن که گوجه پرتو کردن به ماشین شاه. خب ماشین ضد گلوله شاه که با گوجه نمیشکنه، اما این تنفر بود. یه زن و شوهر رفتن شن جمع کنن و خب بالاخره اونجا لباس احرام پس رفت. بدن مرد با همه بندوبیلش پیدا شد دیگه. حالا اونجا هوس کردن دیگه، همونجا جفت شدن. تا جفت شدن اومدن پلو روحانی کاروان، گفت باید یه شتر بدی شما تو لباس احرام تو زمین مشعر الحرام. گفت دیگه حالا ما دیدیم بدنها لخت به هم مالیده شد. گفت یک شتر. گفت میارزه. گفت میارزه.